به نام خدا. در نزدیکی ده تپه‌ای بود که شبها با در آن زوزه می‌کشید و سرما تا مغز و استخوان نفوذ می‌کرد، جایی که حتی آتش هم جرأت نمی‌کرد دوام بیاورد. اما آن شب یک مرد تصمیم گرفت با سرما روبرو شود. دوستانش به او گفتند اگه بتوانی یک شب تا صبح بدون حتی ذره‌ای آتش روی آن تپه بمانی، ما برایت سور مفصلی می‌دهیم. اما اگر شکست بخوری تو باید به همه ما مهمانی بدهی. و آن مرد ملا نصرالدین بود. او فقط لبخند زد. نیمه شب باد چون تیغی سرد صورتش را می برید. لباسهایش در طوفان می لرزیدند. سرما در استخوان‌هایش نفوذ کرده بود. اما او ایستاد. نه آتشی، نه پناهی، فقط تاریکی و سرمای بی‌رحم. و در دودست نوری لرزان، پنجره‌ای کوچک، شمعی کوچکتر، اما همان نور برای تحمل شب کافی بود. سپیده دمید. ملا از تپه پایین آمد، خسته اما پیروز. گفت من بردم، حالا نوبت شماست. دوستان پرسیدند از هیچ آتشی استفاده نکردی؟ ملا گفت نه، فقط در یکی از دهات اطراف پنجره‌ای روشن بود. دوستان فریاد زدند پس همان آتش تو را گرم کرده. شرط را باختی. و ملا بی هیچ اعتراضی گفت باشد، مهمانی با من. چند روز بعد همه به خانه ملا آمدند. اما خبری از غذا نبود. 1 ساعت گذشت. 2 ساعت گذشت. گفتند ملا نهار چه شد؟ ملا آرام گفت آب هنوز جوش نیامده. دوستان وارد آشپزخانه شدند و دیدند دیگی بزرگ 2 متر بالاتر از زمین آویزان است و زیر آن یک شمع کوچک. فریاد زدند ملا، این شمع کوچک از این فاصله نمیتواند دیگ را گرم کند. ملا لبخند زد و گفت چطور از فاصله چند کیلومتری میتوانست مرا روی تپه گرم کند؟ سکوت. و در آن سکوت حقیقت بلندتر از هر فریادی شنیده میشد. بعضی وقتها مسئله سرما نیست، مسئله عدالت است.